مردمی که طرز فکرانه ثروتمندی دارن و فهمیدن که حاصلی که از حساب علم به دست میبیاری و دائمی هست و هزار ساله ها هست. برای همین قدر و یا پاسیو دخواد گفته چیز میگن. برای چی پاسیو دخواد؟ نگاه کنید، трудовой доход، пассивный доход. трудовой доход شما خودتون مهنت کنید، خودتون هست کار کردن پول هست، کار نکنید پول نیست. مثال این چی؟ تاکسی با آدم بردید پول میتید، تاکسی با آدم نبردید پول نمیتید. همین مثال کارتوشکا کارشتید، زمین با فروختید پول هست، نشنوندید پول نیست. همین مثال مرد کاری رفتید روسیه کار کردید پول داد، کار نکردید پول نیست. چرا که این همش حاصل مهنت جسمانی است. همون به مردمی که فکرانه کمبغل عادت میکنند. برای همون از پدر و مادرش میگوید که بچه من خوان که یک جای کار یابی، خوان که یک کار کنی، انا کن. مردمی که فکرانه ثروتمندی دارد پاسیو دخواد میسازد. میدوند که حاصل مهنت علمی یک بار میکنی میلیون بار حاصل میگیری. نگاه کنید، پاسیو دخواد کار میکند که چه خیلی کنم که سرمایه هم به من کار کرده درآمد بیارد، سرمایه هم کار کند به من درآمد بیارد.